ما خواهان تعامل هستیم، خواهان از هستیم با کشورها روابط افغانستان حسن خوب بود. در این راستا اگر چهره ها، شخصیت ها، نهادها افغانستان را کمک بکنن ما از خیلی مقدم میگیم، حمایت میکنیم. پیش از این نیز امارت اسلامی گفته بود که راه اندازی گفتمان ملی در کشور نیاز نیست و امارت اسلامی همواره با شهروندان کشور و چهره های سیاسی دید و بازدید میکند. در حاکمیت دوباره امارت اسلامی این نخستین بار است که یک شمار از چهره‌های سیاسی برای زمینه‌سازی گفتگوهای بین‌الافغانی یک مرکز گفتمان را ایجاد کردند. انگیزه ایجاد این مرکز چیست؟ تعریف گفتگو بین الافغانی چیست و این گفتگوها میان کدام جناح‌های افغانی باید صورت گیرد و آیا گفتگوی بین الافغانی تنها نسخه حل مسائل افغانستان است یا خیر؟ در محور امشب مهمانان روی همین خوات پرداختند و آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه روی خط اسکایپ ما وصل هستند و همچنین آقای فضل الرحمن اوری آگاه مسائل سیاسی و آقای معین گل سمکنی رئیس